ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردونها برم. کیست غیری تو اندر جهان، می نهد دستی مروت بر سرم. السلام علیکم بیننده های عزیز شبکه شهنام، سلام میرسانیم به یکایک شما. من امروز ما در ایدیو عرفه نوروزی در کیفیت در یک شکوه نوروزی هستیم. امروز ما تبریک کنی آمدیم یکی از آن ابرمردان که طول چندین سالها در خدمت مردم هستند، در خدمت همین کوهستان عزیز، در خدمت مردم آهلیک و سمرقند هستند. علاقه خدمت آنها، خدمت شایسته آنها در زرورخان تاریخ مهر شده است و فرزندان اینقدر احترام دارند. امروز ما تبریک میکنیم، آمدیم برای تبریک کردن خانواده عبدالحفیظ امک. عبدالحفیظ امک را در جشن مولود خجسته‌شان صمیمانه و عارفانه تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی، آن نیت هایی که از صمیم قلب فرزندانشان برآمد، یک خورده ککش را بهر ما گفتند که در چشمان ما اشک حلقه بست. خیلی که یک خانواده پر از مهر، یک خانواده پر از بخت، پر از سعادت، اینقدر فرزندهای نیرومند و با آرو، اینقدر فرزندهای با فرهنگ را تربیت کرده، همیشه در خدمت مردم شای هستند، آنها را تربیت کردند. از نام همین جگربندانشان تبریک میگویم. البته آن لحظه ها را هم جای تماشا میکنیم، با ما باشد، مانند هر روزه یک جای خاندانی آنها در آمده مهمان میشویم، تبریک میکنیم و آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روزه با ما باشد، با شبکه شهنام کنی رفتیم. السلام علیکم مهمانان، السلام علیکم مهمانان عزیزی عبدالحفیظ امک گلی خاله. امروز در این خانواده بسیار هم پرشکوه، در این خاندانی زیبا برای تبریک کردن همین پدرجان عزیز آمدیم. امروز باباجان عزیزی چندین نویله های شیرین، آنجان مهربان از این طرف هستیم. السلام علیکم. دست پیش از همه امروز تمام مهمانان را حال شکوه نوروز ایستاده هستند، شکوه ایدانه بهارانه با نوروز عجب صمیمانه تبریک می‌گوییم. خداوند عزیز نصیب کنند سال آینده در نوروز آمده باز انتش پایان را دیده صدقا تبریک کردن نصیب کنند. امروز که روزی خرسندی است، امروز که روزی زادروز است. عبدالحفیظ امک شما را تبریک کنی آمدیم از نام تمام فرزندان، از نام سه دختر نازنین، از نام عبدالملک، از نام دردانویتی، دلنازویتی، دلدارویتی که در شهر مسافرت هستند، از نام دامادتان کاملک، نویره‌های شیرین که قطار اینها نیستند، از نام دینروانان کبیرجان خردک تا آمدن امروز همراهی خواهر نازنین دلدارویتی که یک قابلیت بسیار هم زیبا دارند، هم کسب گویم، استاد گویم خفا میکنیم که شعرهای پرمضمون می نویسند. ما امشام بعد از که نوار بردار را ختم کردیم آمدیم خانه، هم صحبت شدیم، یک شعر ایجاد کردیم به افتخار پدر مادرشان، گوش کردیم سخنهای نکویشان را گوش کردیم، در چشم اشک حلقه بست. چخیلی که این آیله را از پیش نظر گذراندم، گفتم که ما خورد بودیم، از زبان ما یک نیت نیک براید، یک آرزوی ما براید، ما خردکک باشیم، هم پدر ما برای ما هر یک گفتنی های ما را به یگان مانگی آورده می دادن. من امروز 22 مرد، امروز جشن 67 سالگی پدرم و 44 سالگی عقد نگاه پدر و مادرم هست. گفتم در تا کرسک زنه منم خیلی روزهای خرسندیشان بگذار گفتم که من از هیچ کس کم نیستم، لیکن در یک طرف قلبم هست که امروز برادر عزیزی من و دو خواهر نازنین من از من هم خوبتر و از من هم باوقترین هست که در روزی زادروزی پدرم همراهی آنها هست. آنها میتونن که پدرم را آغوش کرده تبریک کنند. من چقدر که از دفعه تلفن باشد هم تبریک کردم، نیت‌های نزد رساندم، لیکن جای دیدار را نمی‌رسیده است، جای دیده و دیده چشم و چشم رسیدن نمی‌رسیده است. من طوری 3 سال باز که در خارج در مسافر
مسافرت هستم. میخواهم که پدرم در سر ما فقط صاف سلامت گردند، مادرم همراهی پدرم شاه سلطان شده در سر ما دعاگوی باشند. و میخواستم دقت شما را جلب کنیم عزیزان، از نام علما خواهر عزیز دلدارایتی کمی باشد هم اظهار دلشان را بهر پدر مادرشان سوی ورق سرجم آورده میخواهیم برای آنها گوییم. برای هر یک شخص، برای هر یک فرد مومن پدر مادر بی‌بهاست، ولی برای من پدرم بهترین ها و به همتااند. پدرم خیلی شخصی خاکسار و دریادلند، با کسی دست یاری دادن و احوال یاری دوستان نزدیکان خبر گرفتن و خود شعار زندگی می‌دانند. تا حد امکان می‌توانند با کس دست یاری رسانند. و ما فرزندان نیز بارها تاکید کردند که نیکی کنو به دریا روان کن. پدرم قهرمانی زندگی من، خزینه بی‌بها، دریای مهر و وفا، در سرم خورشیدی تابان، در برف و باران سایبانم، در هر مشکلات روشنگری راه و روانم هستم. سربلندی و خوشبختی ما فرزندان از بودن پدرم و مادرم، بدون آنها زندگی برایمان بی‌معنا سرد و تاریک است. هر صبح و شام از خداوند میپرسم که برای بازتری بلند گشتن ما خسته و کمان شکسته نشده ما فرزندان پدرم و مادرم صحتمند باشد. هر یکی ما را خواننده و صاحب معلومات کردند. مهربانترین ها هستند. یک بار هم دشنام و یا اینکه سخن بد را از لفظشان نفهمیدیم شکرانه ها میگویم. فرزندی چنین پدر مادر هستیم. بگذار حاضر دردانایتی من خواهر عزیز دلدارایتی عبدالملک که هر یکی آنها گفتنی های خودشان هست. البته هر یکی آنها گفتنی های خودشان هست که ما را خواناندند، ما را صاحب معلومات عالی گردانیدند. برای ما هر یک زحمت و مهنت کرده فقط روزهای خرسندی ما با خدمت دادند. پدرم هم خیلی انسان خاکسار هستند، خیلی انسان تشکیلاتی هستند که طول 30 سال در یکی از کارخانه های نامی سمرقند کار کردند و همین پامیدید که در جنگ بزرگی وطنی خدمت کرده یعنی هم دهگان ما را در نزد مکتب 18 قد راست کردن خدمت های پدرم شایسته و ارزنده است. رحمت می‌بینیم و حالا باشد جای ما را معلوم نکرده در آن خاندان همچون خواهر ما هستند. یکی از آن خواهران نامزدین ما، یکی از معلمه ها، جگرگوشه های ما را مادرشان مهرانگیز دوستگی انگه باشده داریم که شب و روز در خدمت علمی پدر مادر ما هستند. رحمت می‌بینیم که ما دور و باشیم هم جای ما را معلوم نمی‌کنند، همیشه در خدمت پدر مادرم هستند. و البته برای پدر مهربانم رسانید که چشم‌هایی از محبت نور شرار دارد پدر، سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پای برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شخصتون مانند همه روزگار و هستی ما را بسر دارد پدر. بر کمال فطرتی او سربرون آرد، در نهادش عالم فضل و هنر دارد پدر. امروز برای پدرم چقدر شعر خوانید می ارزد، پدر من می ارزد. امروز بسیارتر سخن کنید، جای من رو معلوم نکنید که من این شام باز ایجاد میکنم. خداوند عزیز نصیب کند اگر باز یک شعر ایجاد میکنم برای پدر مادرم، آن را نیز
در آن نوارهای خود جای می‌کنید که اینقدر حرمت می‌کنیم، اینقدر دوست می‌داریم. من می‌فخرم از بودن آنها، فخر دارم که این خیلی پدر دارم، این خیلی مادر دارم. پدر من در زندگی همچون انسانی که در تاریکی ماند برای من آفتابی زندگی هستند، همچون انسانی که در تشنگی ماند برای من یک دریای وسیع هستند. برای من هستی همین دنیا از پشت پدر و مادرم هستند. از نام من، از نام عائله‌ام، نوه‌هام، از نام تمام امروزه فرزند و امروزه جگربندان شما را تبریک میگیم. مولودتان مبارک باشد. حاضر گفتن که 44 سال شده است عقد نکاح و امروزه روزی عقد نکاح مبارک باشد. خدا کند که 50 سالگی الان خیلی عقد نکاح آمده، شمایانم الان خیلی آمده تبریک کنیم. بگذار امروزه روز خرسندی مبارک. از نام عبدالحفیظ من عاشقانه و زیبا کردن وقتی بودی خالا میخوانیم یک شعر خوانیم که حالا هم آن مژده‌های عاشقانه در قلب هر یک پدر و مادر باقی میمانده است. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. قسم بر کاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم. هم خیلی میگویم عبدالحفیظ من طوریه راست است. بگذار الان خیلی جوانی و الان خیلی زیبایی و خاندانی پر از فیض و چشم نرسد. آماده هر بار این خیلی عائله‌های نمونوی را تبریک کردن نصیب کند. هر دوی شمایان را، این اولاد و این سلاله را و نسل نورس همچون نمونه نشان دهیم می‌ارزد. امروز تحفه‌های ارزنده و زیبنده را برای بابا جانشان حاضر نبیره‌ها تیار کردن. عبدالحفیظ من برای شما از همه دنیا و بودگی کتابی قیمت بهاترین که با آدم کتاب قرآن است که روی دنیا تن گرفتن که در روی دنیا از همه کتابی گران بهاترین است. مرحمت نبیره شیرین نزدیکتر می‌بیاریم برای آقا جان و بابا جان در قرصک می‌زنیم. شادروز مبارک. جلسه زیبا از نام نبیره‌ها مبارک باشد. حاضر در اینجا موبایم سیر در اینجا همین نبیره‌ها یک جای از آن موزیکاری خودشان همین عکس‌های زیبای تیار کردن. گفتن که برای بابا جانمان همین خاندان زیبایشان ما کشال کنن و هر بار بینن اگر دعا گویند گفته یک جای میکشاییم. مرحمت مبارک باشد. خرسک زره خرسک مبارک باشد. مبارک باشد. امروز روز خرسندی را صمیمانه مبارکباد میگوییم. مبارک باشد.
مبارک باشد. در خرسنگ زنیم زادرتون مبارک. نقد 44 سال شده است. انا همه روز با یک هیجان، با یک کیفیتی تویانه این بزم را گذرانده بودیم. هر یکی امروز مهمانان و غیر از جوانان در آن توی بودم. از این مناظر از زمان یکی از فعالان دیه فیدایی دیه نقل میکنند توی چی خیلی بود. امروز خدا خواهد تا صبح در اینجا یک بزم زیبا میگذرانیم. خدا خواهد در آنجا کیها تبریک کرده چی از زمان در آنجا اسماما هست کیها تبریک کرده بود باز تبریک آنها را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم. که بگه برادرها که توار کلینا برای نیوره ها برای امروز درگاه یکم روز خورسندی است روز زادروز من همینجا بدهیم که اومگی هم یکم نیتای نرس کده اومگی هم ایلای یکم از فربندری هم من این چون کده که مادرم ها همه خیلی نیوره ایواره چیوره دیدم ایلای وکی رو من مادرم درگی روزای نیوره ایواره چیوره با خدا لوی بلند بینم کلیم کتی گلی همیشه کن باقی خوشا پیر شوم پیر بدولت شوم من اینا رو شخصا از نام خودم از نام همجا دیگه هم من این نیواره ها ارکا و که ها کلینا تبریک میگویم هم من نیتشم همین عمری دراز رزق فراز اویلو با تینجی ایلای سن بدریم عمری مادرم هم زیاد عمر بینم نوینه گفته این نیواره ایواره چیواره بگونه بینم همچش دیگه هم محترم همه اویلوتو با تینجی سلامتی منی بایرم دیدی نوروز همون روزی نو گفتگی من اومدی سالگردنه ایلیم هم محترم همه خیلی روزای نیک روزای خورسندی خدای تعالی لایق بینم توی گذشته بود که با فکرم سر بارون بود میان بارونگری بود چی وقت بیرو خدمت زیاد بود پولای بومون چودر گیفتن پوشانده یک خدمت کردن همسی خوی درو هنوزی پیشتره باید دوران رست که رستانه رو باید وقت پیک بیرو اوقاتم بود برای سهم دیگه سلامت باشید سلامت باشم رحمت. البته امروز مادری مهربان مادر کلام در اینجا هستن نهت تبریک میکنند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به این کاشانه داده عزیز من امروزش فقط تبریک کنی شد تبریک همیرا و منم قطعی ایلان عبدالعزیز عمری دراز بین زن بالا چقدر باشه پیش شدن حضوری بالا چقدر بین خدا نیوره ایوره چیوره برای من خودم رو کردن عبدالمده که حضور شوین عبدالمده قنات شود ایلایی همه وقت من انکاری در سخون تو رو پیمون شون با من آمودن خدمت کده خود رویم و یک بار همه همینا تبریک نکنم رحمت باشه دستن ما ساق پشتیم رحمت میگیم سلامت باشند. حاضر من چندین سالها باز در خدمت مردم بودند. حاضر نیز در دانشگاه دولتی سمرقند کار میکنند. من نویله ها هر یکی آنها سزاوار معلومات عالی در مکتب ها هر یکی آنها با بهای اعلا میخوانند. خورشید جان رخشانه بانو من در دانشگاه دولتی سمرقند همچون طلبه در آنجا میخواهند بابایشون تبریک کنند که نزدیکتری سیم کنید. مرحبا. سلام و درودی به پایان و همه شمایان مهمانان میزبانان گرامی قدر خوش آمدید به درگاه یک مرد دریا مرد دلها شخصی نیکوکار چراغ خانه ما دولتی ما بهار آرزوهای ما یعنی به درگاه بابا جانم. امروز بابا جانم 67م بهار خود را پیشواز میگیرم. بابا جان همیشه در قلبتان ایمان و نام خداوند مهربان عکسی صدا دهد. در رفتار و گفتارتان همیشه قرآن رهنما گردد. امروز با همسر خود 44 سالگی نکاح خود را هم پیشواز گرفته و 44 سال باز هم
با هم عمر به سر برده ایستاده. با مادر کلانم الها زیارت کعبه الله نصیبی روز گشته باشد. می‌خواهیم که همیشه در پناه خداوند مهربان باشید و در پیران سالگی لذت پیری را بینید. دائما شادچهره و چهره‌تان پر از خنده بماند. مولودتان خجسته باد. Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать вас на день рождения моего дедушки. Дедушка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Еще, дедушка, ты самый замечательный, добрый, симпатичный и внимательный. Мне с тобой очень интересно. Все, что ты говоришь, нас полезно. Чуть всегда веселый, смейся радостно. Не забудь, что внуки любят сладости. И живи, не зная огорчения. Будь здорова, жду наших приключений. Спасибо за внимание. بابا جانم خاک پایم میشود وقتی پیری ما عصایم میشود با هم دار و مدار و زندگی وقتی پیری ما عصایم میشود. رحمت البته همین نبیرها عصای قدم‌های بابا جان میشوند. 44 سال پیش گلی خاله در لباس عروسی می‌ایستادند، پر از هیجان، پر از احساسات. و حاضر که 44 سال گذشت، آن هیجان و احساسات ها رفت. یک تن همین امکی عزیز را که به این درجه‌های بلند رسیدن هر یک مرد در نزد آن علمخیل مادر عزیز زن عاقله می‌ایستند، حاضر یک تن تبریک می‌کنیم. مرحمت. شما دهماتون اوسونا دوداوسا کلونا شما دهماتون من این همسری عزیز من تبریک میکنم 67 سالگیشون با یه آدم رحمت انا موقع اوایله کده سری باید با دکتر میگردم سری محمد ساق سلامت باشن ایروی حسن نشوم اما وقت ساق سلامت باشن من چی میگم بخناک هستم نیا دو با شکر تلویزیون با میگه که بخلی میز گفتم دو با شکر من بخلی میز لایق بزرگ هم فرموده است از گفتنی های دوری خاله گویم اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس و هر قیمت و هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بس بر کس هیچ وقت هیچ کس من ندهید از آن خداتان حق حلالی خداتان اگر که دنیا دویون بار بیاید خداوند از انخ عائله خوشبختترین رو باز برپا کنه که این خیلی فرزندها در خدمت خلق هستند. حاضر با یک خواهر عزیزی ما میخواهم شما تبریک کنند. تیار باشید اگر مرحمت. سنکا تشکر دادر عزیز. السلام علیکم عزیزان از دیدت و لحظه که خوش آمده در جان من و در جان من خوش آمده در جان عزیز و مهربانم در زندگی استادم سرچشمه حیات من شما رو با امروز از روزتان از صمیم قلب صدقا تبریک میکنم. از می اویلم از تبریک الهو با همراه مادر جان عزیز همیشه صحت و سرفراز باشه. در جان عزیز قامت بلندتان هیچ دو خط نگردد. خوش مرحمت. البته باز یک سورپرایزی زیبایشان است. بعد از نوارها ویدیوهایی که ما تیار شود بعد از آن میبینیم. حاضر عبدالحفظ من 44 سال پیش قریب 50 سال پیش هم خیلی تارت میبریدیم این نه وقتی توی به نمیبریدیم
نبودن حاضر پیدا شدگی حاضر میبریم لیکن یک جویا نیت کرده آن وقتهای جوانی را به یاد آورده هم جویا شیرینی را میبریم اگه پیش شما نبیره ها نزدیکتر بیارید کنید تارتن مرحمت بچه چه بچه هم یک کلی خوانا داره چی مایم؟ داره یک جویا زادروز مبارک به فرسک زنیم 44 سالگی عقد نکاح مبارک نیت کردن بابا جان و آنا جان هر دویتان فقط نیت کردن شمایش رو خاموش میکنیم بعد از آن تناول میکنیم مرحمت هر دویتان فقط کلی خوانا عبدالحفظ زمک مرحمت اکتا شماش رو کنیم کنیم مبارک باشد السلام علیکم پدرهای عزیز مردان پیش از همه هر یکی شما را با جشن بین المللی نوروز عجم صمیمانه تبریک میگویم. من امروز باعث جمع شوی باعث دسترخوان پر از ناز و نعمت در خانواده حفیظ مک بسیار هم یک روزی خرسندی جشن مولودشان را جشن گرفته ایستادیم. امروز ما تبریک کنی آمدیم از نام تمام فرزندانشان از نام دختران از نام عبدالملک اکا باز یک دختر نازنینشان که در شهر مسافرت هستند رسانه گفتند آن نیت‌هایشان را تا رساندن در چشمان ما اشک حلقه زد که چقدر که یک پدر عزیز بودند بهر فرزندانشان یک نیت‌های ناز و نیک کرده فرستاندند. عبدالحفیظ مک امروز مولود خجستتان را مبارک باد میگویم زاد روزتان مبارک از نام تمام فرزندان از زالکش هم مغز شیرین از نام نبیره های شیرین شما تبریک میکنیم. بگذار در دل چه نیت چه آرزوی دارید خداوند عزیز جامعه عمل پیشاند امروز مولودتان مبارک باشد. حاضر یک تا نیت های نازنی که اینها رو میگیریم از نام دوستانتان از نام همکسبانتان از نام این نفرانی که در سر یک دسترخوان شما را تبریک کنی آمدن سخنهای نکرات میشنویم بعد از آن به نزد مادران میرویم همراهی شمایان از کی ثبت میکنیم مرحمت مهراج مک رحمت کلام حقیقتا نو سوالای ناز کردیم اگه باید میگم هیچ نیست در جهان بدیدن به هیچ دوستان میگم این دوستای نزدیک عبدالحفیظ اگر عبدالحفیظ یک تیش بگوین اگر این جو نمیرسید برای عبدالحفیظ خواهلیشون برای عبدالحفیظ شما هم وقت صاحب سلامت باشید. من همین میبایی شما نمیگی تبریک ایسید میگه شما میگوید برای هم وقت صاحب باشید و سلامت باشید حضور فرزندای بینید و صد دارید. عبدالحفیظ الهی فقط همین من بینید که همین روز همین خطر همین فرزنداتون شما تبریک هستید نه الهیم صد بدارید از صد بزرگ الهیم همه بزرگ بچه‌تون رو بینید همین فرزنداتون رو بینید هم مثل یک بچه‌ای مثلا میخره و یکی تربیتش نه من همین پدرم افتاد داشته حکیم جوش می همین تبریک هستید الهیم همین فرزنداتون فقط حضورش میبیند سالم سلامت باشد
همون هم ازویش میزیر کند، عبدالملک هم ازویش میزیر کند. نوانی گفته که خواهتم برین که همه فرزندان و همه رفت آمد تو آخری همین و دوام تیادو فقط صاف سلامت باشه. یعنی که خوشت پیرشت صاف سلامت باشه. رحمت. دفسکه بازرگار شما تبریک میگم اگر خدا شما چقدر عمر دیگه فقط روزی نازه بید. فقط دسترخوانتان هم فکر شدگی باشد، حضور فرزنده بینید، دیواره حضورش بینید، دو ایاره برساند، یعنی اینکه کشه پیر شوید، فقط روزی نقش شود درگاهتان، روزی خودسندی شود، دسترخوانتان با ایزنده هم زیاد شود و مهر و آقوات از این هم زیاد شود. ملتون چی خیلی نیتون باشد، نیتون همیشه عمل به اجرا شود اکجان به عمل. خوشبختی گویم می ارزد که امروز عبدالحفیظ یکی از آن شاهستان‌های دهه آهلیک هستند. ما می‌فخریم که این خیلی انسان از کوهستان ما، از دهه ما هستند. چقدر که یک دسته کشاد دارند. چندین انسان‌ها به یاردم بی‌غرضی خود را رساندند. و خدا رحمت کند یکی از آن دختران که قهرمان ملت بودند، قهرمان دور زمانی حاضرند، از امکان مرتضویچ که هر سال آمده این خیلی بزم‌ها به اشتراک می‌کردند و تبریک می‌کردند. باعث دوستی و رفاقت اینها همین چندین مردم آهلیک از پشت همین امکشون عزیز در آنجا کار و فعالیت خود را داشتند. باعث دوستی آنها، باعث رفت و بیای آنها. این خیلی انسان‌ها کم است در این حیات. بگذار همیشه باشد، هیچ وقت سرطان خم را نبینند. مانند همین قله‌های بلند آهلیک زمین، مانند قله‌های بلند سمرقند سربلند باشد و هم خیلی دوستانتان در اطرافتان همیشه باشند. در روزهای خرسندی آمده باز شما فقط تبریک کردن نصیب کنند. برای هر یکی شما اشتهاهای خوش می‌گویم. حاضر عبدالحفیظ می‌خواستیم حضور پرسیم. برنامه بودیم یک جایی با افتخار آنها می‌رقصند. آنها نرقصیده بودند لیکن در توی حاضر می‌رقصند. آن ارمان‌ها را امروز شکستیم. من تارته بریدیم. حاضر می‌رقصند. والس نمی فقط خوشحال کردن خرسندی کردن می‌رقصیم. امروز بزم زیبا را دوام می‌دهیم. عبدالحفیظ زاد روزتان مبارک باشد. مرحبا. چشم بنار
Vai,
Спасибо тебе. Спасибо тебе, спасибо. پدرجان عزیز منم در آغوش میگیرم شما را دوست میدونم چون پزمان شدم دیزار به من گفت چرا غمگینی جان من غمگین من پسند است برای پیش ما سری من بسته وقتی من خواهد من از دنی شما پدرجان و بچه رحمت شما و من با شما فکر میکنم که فرزند شما هستم شما قهرمان زندگی من است پدرجان اعتبار میکنم من شما کردیم تا دنیا باشد پدرجان هیچ با درد به من هم نمیبینه سر موقع بسی حتما سربلند باشد الهو رحمت دخترم رحمت سلامت باش رحمت سلامت باشن باندانه باشید تبریکات ها رو البته رسانده سلامت باشن رحمت حاضر نبیره هایشان جیان هایتان باز در اینجا در یک سرود میخواهند رقص کنند برای بابا جانشان مرحمت
این یارکی رفتگیه غماش مرکش هی دستکی دستم دشمنکم هستم چشمکای هستم نفر نبرتم نگر کنم نگر نجاب ابرتم نگاهی زیر نگاه چشمت بخش نگر نکن بیار پرهی نرد نیار انا شبه بشه نخواه که پانزا بیا اشتی کنم جوره دل خودم داغ در جگری لالی بماج بمر بیا اشتی کنم جوره دل خودم داغ در جگری لالی بماج بمر
من بیننده های عزیز، ما در این کاشانه زیبا که پر از مهر است، پر است که آن خردی و کودکی آن فرزندان در این خاندان گذشت، حالا هم میخواهند آن دمهای کودکی را، آن دمهای بسیار هم زیبا را. امروز آمدیم برای تبریک کردن پدر عزیز عبدالحفیظ امک. امروز و البته جشن 44 سالگی عقد نکاح هر دوی آنها را تبریک کردیم. امروز که روز خرسندی است، از نام فرزندانشان تا حد امکان آن احساسات، آن نیت‌های نکو را به هر پدر مادر رساندیم. بگذار هر بار در این خاندان‌ها مانند امروز پر از روزهای خرسندی باشد. هر یک پدر مادر ارزنده هستند این به این خیر روزهای خرسندی ما باشد. برای شما مانند هر روز خاطر رسان می‌کنیم که در این خیر روزهای خرسندی خوشبختی مانند هر روز پر از احساسات، پر از تحفه‌های ارزنده، پر از سورپرایزها در خاندان شما مهمان میشویم و آن لحظه های پر از خرسندی را در ورقانی که با نام کتاب کلان شهنان مهر میسازیم و پیشکش شما میکنیم. مانند هر روزه با ما باشید. با شبکه شهنان رحمت برای مهمانداری. سلامت باشید. خوش. یا رب، دلم به سوی دیدار مادر میخواهد، وجودم نوازش نرم پدر میخواهد. کنون ناعلاجم با امر تقدیر از دوری های منزل، دلم همان هوای خوشی وطن را میخواهد. در غریبی به تو دلتنگ گشتم مادرم، دور از وطن پزمانت شدم پدرم. هرچند خوشبختم با یاری عزیزم، بختیارم با دلبندانم فرزندانم شکر. یا رب، در غریبی سوی حولی کودکیم می تپد دلم. هر سحر می خیزم و اطراف به نظر بیگانه، در و دیوار کوچه و منزل مردم همه بیگانه. شما را هر دم می خواهم و می جویم، ولی وقت و ساعت، دوری منزل، مسافری بهانه. یا رب، دلم می خواهد به آغوش گیرم پدرم را، کاش ببوسم رخسار گلگون مادرم را. مویهای سفید و آژنگهایش از رنج و ستم ماست، صد بوسه زنم خاک پای قبلگانم را. ای بادی صبا برو به آغوش گیر نوازش کن، ای چکرباران ببار به رخسار پدرم و مادرم ببار. ببوی و ببوس از بجای منی فرزند غریب. ای بلبل خوش‌آواز بال بکشا و برو، بنشین به بام حولی پدرم، بسرا برسان مهر و محبت و دل انتظاری دلدار را. ای باغ دلکشا با گلهای رنگینت پر کن دامن مادرم را، تا که همیشه بشکفد گلهای روی عالم در دامن او. ای قطار کوههای سرزمینم، از قوت و بزرگیت به قبلگاه هم ده، تا که هیچگاه قامتش خم و مدارش کم نگردد. یا رب، از خوف و خطر نگهبان باش بال و پرم قبلگاهم را، نگهبان باش دلبندانم نور دیدگانم را. با دعاهایشان می بالم و می شکفم در چهارراه زندگی. یا رب، گر به آنها من هیچ کسم و هیچ چیزم. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان،
شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.